سلام وطندارای عزیز. قسمی که خبر دارین آیپد ویو خیلی وقت خراب شده، نزدیک یک هفته. بعد من خودم هم دنبالش بودم، بچه ها میگفتن اینجوری درست کنید اونجوری درست کنید، نمیشد. خلاصه من نتونستم، با اون چیزی که اونا گفتن نتونستم. فقط من با همین چیزه تونستم که اول پابجیمو کاملا حذف کنم، بعد بیام داخل این جیت اپس چیه، داخل این اومدم. از اینجا خلاصه اینجا نوشتم که پابجی از اینجا دانلودش کردم. خب اینجا دانلودش کردم، رفتم داخلش. داخلی که رفتم میدونین که دیگه اینجا طول میکشه، یه نزدیک یه دقیقه طول میکشه تا بره. بعد این که رفت اینجا وارد بازی میشه. ببخشید دیگه یکم مریضم، صدام گرفته. بعد اینجایی که اومدین داخل بازی، اینجا میزنین بیرون، اینجا میاین داخل تنظیمات. بعد اینجا گرافیک هست، شما این گرافیک رو اینجا که یه دونه هست، اینو که قطعا میدونین اینه که داره میزنه، اینو شما دیسیبل بذارین، بعد اینم خاموش کنید، فرق نمیکنه خاموش روشن کنید. بعد اینو میزنین، اینجا میزنین بیرون. بعد اینجا که رفتیم بیرون، اینجا این پابجی رو پاک میکنید. اینجا پابجی رو پاک میکنید. بعد از هر جایی که میخواستین درست کنین، از همونجا میاین دوباره. من که اینجوری درست میکردم چون گوشی من پوکوه. اینجا مثل قبلنا یک دفعه میزنین درست میشه راحت. این روش رو تا الان هیچ کدومشون نذاشتم بچه ها. خب اولین کسی که خودم رفتم از اونجا دانلود کردم خودم گذاشتم. از این به بعد میبینین بچه ها اگه ببینن از اینجا میذارن. بیا اینم آیپد ویو دیگه، چی میخوای؟ آیپد ویو منم که فعال شد دیگه، بزنیم و یه TDM هم بریم که نگاه کنید. اینم از آیپد ویو. ویدیوی هم طولانی شد، مقصد ببخشید. ببینید این آیپد ویو. من اصلا بازی نمیتونستم بکنم، وقتی خراب شده. خدا نگهدار.